سلام، عرفان بیک هستم، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی. با آسام مدیا در خدمتتون هستیم تا بپردازیم به موضوع اساطیر ایرانی. اول از همه ویژگی عمده اساطیر ایرانی ثانویت اونا. این موضوع در تمام تاریخ 12000 ساله اساطیر ایرانی به طور واضحی نمایانه. آفرینش به صورت منظم 12000 ساله متعلق به دوره ساسانی است. بنابر این باور آفرینش در یک دوره 12000 ساله اتفاق افتاده که این دوره 12000 ساله به 4 دوره 3000 ساله تقسیم شده. دوره 3000 ساله نخست مربوط به بعد مینوی است، به عالم آن جهانی، به عالم معنوی و بعد ناملموس، و در دورانهای بعد مربوط به عالمهای ابعاد مینوی و گیتی می شود که گیتی منظور این جهانی، مادی و ملموس است. در دوره 3000 ساله نخست که نه زمان هست، نه مکان هست، نه ماده‌ای هست و نه حرکت، صحبت از دو هستی به میان میاد. یکی جهان اورمزد یا اورمزد که مظهر زیبایی، پاکی، نور، روشنایی، خوشبویی و نشاط و شادابی است و هر صفت مثبتی که ذهن انسان متصور شود مربوط به جهان اورمزد هستش. و جهانی دیگر که جهان اهریمن، تاریک، ترسناک، زشت، پلید، بد و مظهر بیماری، غم و تمام اصفات منفی است. زروان در نوشته های پهلوی خدای زمان معنی داده است، اما بنابر آیین زروانی، زروان در عالمی که هیچ چیز وجود نداشته مشغول به نیایش می شود تا پسری به دنیا آورد با ویژگی های آرمانی اورمزد تا به دنیا آید و جهان را بیافریند. زروان در پایان دوره 1000 ساله نیایشش به ثمر رسیدن این نیایش شک می کند و در همان زمان دو نطفه اهریمن و اورمزد در بطن او بسته می شود. اورمزد ثمره صبر و نیایش 1000 ساله زروانه و اهریمن میوه شک اوست. زروان با خودش پیمان میبندد تا هر کدام از فرزندانش که نخست به دنیا آمدند فرمان روای تام الاختیار جهان باشد. اهریمن که از این نیت زروان آگاه می شود با دوز و کلک نخست به این دنیا می آید و مظهر بدبویی، زشتی و پلیدی، ناپاکی و آلودگی می شود و سپس اورمزد که مظهر پاکی، روشنایی، نور و زیبایی است پا به این جهان می گذارد. زروان که مجبور است به پیمان خودش عهد کند اهریمن را برای 9000 سال باقی مانده فرمانروای جهان می کند، با این دیدگاه که او مطمئن است در پایان این دوره 9000 ساله حکومت اهریمن پیکاری در میان اورمزد و اهریمن ایجاد خواهد شد که در پایان اورمزد در این نبرد پیروز می شود و اهریمن را نابود خواهد کرد و در جهان تا به ابد اورمزد به تنهایی فرمانروایی خواهد کرد. فلسفه 12000 ساله آفرینش اساطیر ایرانی این چنین آغاز می شود.